بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله. عزیزان، اینجا بیت المقدس نیست. قبه صخره است، اما سرزمین افغانستان. ملت افغان و عشقشان به بیت المقدس رو در این نماد زیبا میبینیم. چهره بیت المقدس و خاطره اقصی از داخل افغانستان. این مسجد زیبا که چون مسجد صخره هست بیانگر این عشق و محبت است. میگن در افغانستان بیش از یک مسجد مثل این وجود داره. مسجد جامع ملا عمر یا عمر ثالث، رهبر اون جنبش آزادیخواه و عزتگرایی که افغانستان رو از یوغ بردگی استعمارگران آزاد کرد. اینجا نماد این انقلاب رو در اینجا میبینید. انقلاب امت 2.5 میلیاردی، امتی که نه عرب میشناسد و نه عجم، امتی که یک راه دارد و اون هم عزت و کرامت و شوکت اسلام. در افغانستان شما شاهد این عزت و کرامت هستید. ملتی که برای آزادی از یوغ بردگی استعمارگران بیش از 20 سال نبرد کرد، یا 40 سال نبرد با امپراتوری روس‌ها و پس از آن با بزرگترین دولت اشغالگر و لشکر صلیبی آمریکا. این نبرد همچنان ادامه خواهد داشت تا روزی که مسلمانان سرزمین‌های اسلامی رو بار دیگر از اشغال اهریمن آزاد کنند.